خب درود بر شما. مهندس بابک یزدان. ملات رو ساختیم، تو فیلم قبلی ترکیب ملات رو بهتون نشون دادیم. در رابطه با الیاف بتون من خواهش میکنم که ملات رو نشون بدن. الیافی که ما استفاده کردیم و گفتیم 200 گرم برای اون ترکیب زدیم، الان احساس میکنیم که این الیاف رو میتونیم کمتر هم استفاده بکنیم، یعنی تا میزان 50 گرم تا 70 گرم میتونیم کمتر هم الیاف بزنیم. ملات اون بسیار ملات چسبنده و نوزدار و خوبی شده، به طوری که الان من یه مشت این وقتی بزنم به چیزم کاملا میچسبه روش، یعنی خیلی چسبندگی خوبی داره. خب حالا بچه ها اینجا سیمانکاری رو به این فلاور باکس ها میخوان شروع کنه. سیمانکاریمون ابتدا از سمت جایی که گرده های ناودنی روفیکس هست شروع میکنیم، یعنی ابتدا از این سطح داخل این گرده ها رو پاک، گرده ها رو پر میکنیم و بعد از بیرون، بعد از اینکه خودش رو گرفت از بیرون پر میکنیم و شمشه گیری میکنیم. نحوه زدنش رو من صنعا به شما نشون میده. بله همونطور که میبینید ریزش خیلی کم داریم، کاملا ملات میچسبه روی جوریا. با این حرکت اره‌ای که میکنه روی مالش باعث میشه که مقدار فرو رفتن ملات داخل این حفره های روفیکس بیشتر باشه. حالا از این طرف، حالا این ورم که تمام کرد یکم دیگه بزنه، از این ورم بهتون نشون میدیم که به چه شکل شده. حالا این ور کاری که الان شما ببینید با توجه به ترکیبی که داشتیم الان کاملا ملات ما به صورت پنجه‌ای از حفره های روفیکس عبور کرده، اومده این طرف رو قلاب کرده به خودش، که یکم که این خودش رو گرفت این طرف رو هم پر میکنیم. حالا ما اون طرف یه مقداری کار رو انجام دادیم، اینو بیاین ببینیم. این ملاتتون میده مثلا اینجا رو ما قبلا آماده کردیم، یعنی سمت بیرونش هم همونطور که میبینید ملات رو زدیم و با شمشه راحت روی کار کشیدیم و صاف قشنگ درش آوردیم. الان این پنجه‌ها یه ذره خودش رو گرفته، از این ملات روی نمالید. اینو قبلا از طرف داخل گرده ها رو پر کردیم، این طرف خودش یه مقداری گرفته، خیلی راحت این طرفش هم پر خواهد شد. الان این رو پر میکنیم، شمشهش رو میگیره. شما شمشه گیریش هم میبینید که چقدر راحت با کمترین ریزش ملات. ما واقعا این روش ریزش ملاتمون در حد خیلی کم. و توصیه میکنیم ملاتایی که ریزش میکنه رو و خوش میشه 2 مرتبه ازش استفاده نکنید. در حال حدود 5% 3-4% طبق مسئله رو ازش خیرش باید بگذارید. اصلا شمشه‌شو بکشید. اصلا
شمشیری. الان یه دسته دیگه روش 2 مرتبه میمالن و پرداخت میکنن. سپاسگزارم. حالا تجربه‌های بعدی رو باز به شما نشون خواهیم داد.